در اینجا گل‌های لوله شنودگی بدن و اونها گرچنده که به برف و باران تابنا آوردن خزان شدن ماهازی به جای و یا گل‌های این شمین تابستانه گل‌های موسمی و گل‌های هر رنگه که تیار کردگی بودیم الکی در گرم خونه ها و اینو الکی شکفته ایستادن و برآورده در خیابان ها و در این رسته ها شنونده ایستاده و می‌خواهیم که همه همین گل‌های که گل لوله را گرفته ایستادیم و بر وقتی و به همین گل‌های شکفتگی و همین گل‌های یعنی که به مرحله رسیدگی پر کنیم و کوچه و خیابان‌های شهر را زیبا کنیم. از در تاجیکستان پرورش میکنیم این گل‌ها را در گرم خونه ها. این گل سفیدی که حاضر دیده ایستاده گل پیتونی نام دارد که ما این در گرم خونه ها علفه در ماه‌های فوریه، مارس، اپریل ما اینها رو علفه پرورش کردیم در گرم خونه ها که اینو علفه این شکفتگی برآورده ایستاده است میشن. گلی سالوی این شکفتگی، گلی تگید شکفتگی، گلی وربینیا. البته این خیلی رفتار در همه شهر دوشنبه بسیار دیده می شود چون که بسیار والدان یعنی مادران و پدران به این هم دقت میکنند بسیارتر جوانان کودکان به این چیز چقه می شوند در اومده گل‌های میکنند یا که از بالاشون گذشته می روند. البته این برای ما این خوش نیست، این کاری نقض نیست و ما کوشش میکنیم همه وقت که گل‌ها را در حالت نقض نگه بداریم. برای یک گل پرورش کردن و زیبایی و نگاه داشتن اولش که پول کلان می رود و دومش که برای وی مهنت و زحمت سخت در کار که وی زیبایی خودش تا وقت و ساعتش تا همون وقتی نشو نما کردنش وی رسیده بیاید. ما میخواهیم که با این مناسبت نقض داشته باشن آدم و این برای تماشا، این برای زیبایی شهر، این برای گل و گلزار کردن، برای خرسند کردن، برای اون که آدما مثال دم گیرن، خرسندی کنن، تماشا کنن، نه برای اون که مثال البته همین سر که دادی اجازت که دادی مثال اگر نگاهی نکنیم اگر ما همه اینا از پی این نشویم اینا در یک روز زیر پا کردن نابود میکنن. برای اینم سخت زحمت میکنیم. تو حتی شبها برای همین گل نگاه و بین کردن زیبایی همین گل تو حتی شبها در اینجا کارگرای ما شبانه کار میکردن، شبانه این گل کلاوری میکردن یعنی کسبونی میکردن که تو حتی شبها ندارن این گل بیزیب نکنن و از جوش بیجو نکنن. البته برای یک زیبایی را کردن قربانی داد. در اینجا از هزار نمودی گل‌ها زیاد شناخته ایستاده ایم چون که اینجا زمینش خیلی وسیع هست و برای این باز فقط گل‌های شکفتگی علاقه تیار رو برآورده ایستاده ایم. از بین گل‌ها یعنی در گرم خونه ها ما دیده میکنیم که کدام گل‌ها علاقه شکفته ایستاده اند. البته در این ما از هزاران زیاد گل‌هایی که تیار کرده ایستاده ایم در اینجا رفته ایستادن و حتی کوشش میکنیم که رسد برای همه رسته ها، برای همه خیابان ها